دغدغه هگل اساساً اون چیزیه که ما در آلمانی بهش میگیم بیلدونگ. بیلدونگ رو ترجمه کردن به فرهنگ، اما این ترجمه دقیقی از بیلدونگ نیست. یک عناصر و مؤلفه هایی در معنای بیلدونگ وجود داره که اون رو متفاوت از اون چیزی میکنه که ما از واژه فرهنگ در ذهن خودمون باهاش سر و کار داریم و متوجه میشیم. بیلدونگ به یک معنایی شامل محتوای تربیت و ادب مقام انسان و پرورش انسان میشه. هگل در واقع به دنبال این بود که به انسان غربی در ضمن این گزارشی که از دوره خودش میکرد، به انسان غربی این پیام رو برسونه که انسان دوره مدرن باید چنین مؤلفه‌ای داشته باشه که خود قانون گذار باشه و هیچ مرجعیتی رو غیر از مرجعیت انسان نپذیره. اون ایده بیلدونگ در ادامه همون چیزی هست که کانت در رساله روشنگری تحت عنوان خروج از صغارت مرجعیت غیر انسان ازش یاد میکنه. وقتی هگل از ترم گایست یا روح استفاده میکنه برای اینه که به اینجا برسونه که انسان دوره